یکی دیگه از اشعار این کتاب رو برای شما میخونم. آهسته و آرام با خود حرف میزنم. آرامتر اشاره میکنم. اینجا زیر زبان من جاسوسی به خیال من دارد گوش میکند. در دود اگزوز اتوبوسی که عبور میکند، در جعبه شکلات، زورقهای قرصهای مسکن، آرامتر به خیال خود پناه ببرد. آنان همه جا حاضرند. اینجا من از سکوت ممتد گربه ها می ترسم. وقتی که به دوردست های تهی خیرند، از لرزش فواره ها که بالا می رود و پود شده روی لباس هامان می ریزد. آنان همه جا حاضرند. آنان زیر زبان من در جلد شناسنامه ها و زیر حروف الفبا چیپ های ذره بینی گذاشته از گذشته من عکس میگیرند. ماه را ذوب کرده در کمپانی های طلا می فروشند. ساعت چند است؟ باید بروم به سلولم، برگردم. هوا ناظر است که کلماتی با شما رد و بدل کردم. این دفعه وایس رو با خوانش متفاوتی ادامه میدم. کمی از این کتاب برای شما توضیحاتی هستش که میخونم. رقص با گذرنامه جعلی که 27مین مجموعه شعری شمس لنگرودی به حساب می آید، در قالب سپید و با مضامین مختلف سروده شده و شعر ناظم که در این کتاب قرار دارد مورد استقبال زیادی قرار گرفته است. از ویژگی‌های اصلی شعرهای اخیر این شاعر بزرگ و توانا می‌توان به عشق، زندگی، تنهایی و روزمرگی اشاره کرد که با زبانی ساده و نزدیک به محاوره نوشته شده و نمایانگر جهان تازه‌ای در ادبیات و شعر سپید برای مخاطبان است. رقص با گذرنامه جعلی 128 صفحه دارد و شاعر تلاش کرده با ساده نویسی کلام و روان به مخاطب و ذهنش نزدیک شود و بتواند از تحت تاثیر دیگران بودن فاصله بگیرد. شمس لنگرودی نه تنها شاعری بزرگ و پرمخاطب است، در زمینه‌های فیلمسازی مستند، موسیقی و خوانندگی نیز بسیار فعال بوده و در این شاخه‌ها نیز طرفداران خاص خودش را دارد. با شبی که در چشم‌هایت در گذر است، مرا به خوابی دیگرگونه